یک منبع اوگوی پایگاه خبری بامداد روز 31 ینور سال 2024 خبر داد که به ضد رئیس شورای علمای ولایت سوخت و سرخطیب مسجد جامع مرکزی شیخ مصلح الدین شهر خوجند حاجی حسین موسی که 25 سال این جانب در این وظیفه فعالیت میکند با اتهام زمین فروشی پرونده کشوده بودند، ولی بعدا با دخالت منصبداران پرنفوذ این پرونده قطع کرده شد. بنا به اطلاع این منبع، روحانی معروف در ولایت سوخت به آن ابدار میشد که زمین خواجگی یوری رسان مسجد را که 13 گکتار مساحت داشت در حدود نویه باباجان غفورов در منطقه آفتابرویه جایگیر شده است، به صاحبکار شناخته نورالله عثمانov فروخته است. نورالله عثمانov مؤسس شرکت نور بعد به دست آوردن این زمین در آن ساختمان مرکز خدمت رسانی نقلیاتی نقطه فروش سوزشواری را آغاز نمود، ولی بعدا از طرف پروکراتور نویه باباجان غفورov به کارهای این شرکت اعتراض آورده شده بیکار کرده شد. برای غیر قانونی فروختن 13 گکتار زمین خواجگی یوری رسان مسجد مرکزی شیخ مصلح الدین شهر خوجند نسبت به حاجی حسین موسی پرونده بازگردیده بود، ولی بعد کمتر وقت باز قطع کرده شد. خبر داد امصوبت بامداد او در مورد سبب قطع پرونده تنها گفت که این کار در پی دخالت شخصان پرنفوذ صورت گرفت. این چنین به اطلاع این منبع بامداد در جریان تفتیشات معلوم شد که حاجی حسین یک قطعه دیگر زمین را که در قفای بنای مسجد شیخ مصلح الدین برای بنیاد توراتخانه نفت جدا شده بود به یک شرکت ساختمانی که در نزد مسجد بنای استقامتی بلندوشونه میسازد فروخته است. حالا در آنجا این شرکت بنا ساخته ایستاده است، از جمله در زمینی که باید توراتخانه مسجد میشد. مقامات رسما درباره به زمین فروشی ابدار شدن رئیس شورای علمای ولایت سوخت یگان اظهار نظر نکردند. تاجیکستان یکی از کشورهای از همه فسادزده دنیا به شمار می رود. در رده‌بندی اخیر سازمان شفافیت بین المللی، تاجیکستان در بین 180 کشور در زینه 162، یعنی در بین 20 دولت از همه فسادزده دنیا جای گرفته است. معامله های غیر قانونی با قطعه های زمین یک عرصه از همه پرفساد در تاجیکستان دانسته می شود، ولی به زمین فروشی ابدار شدن خادمان دین در تاجیکستان یک حادثه خیلی نادر است.